سلام و درود خدمت شما همراه عزیز. تبریک میگم به شما که قدر سلامتی خودتون رو میدونید و در راستای حفظ و تقویت اون اقدام میکنید. در این ویدیو قرار شما با علم زبانشناسی و تاریخچه اون آشنا بشید. علم زبانشناسی علمی کهنه که چینی‌ها از آن استفاده می‌کردند و برای تشخیص بیماری و عارضه‌ها و جلوگیری از اون در ابتدا در دربار پادشاهان و به مرور زمان در بین مردم عادی رواج پیدا کرد و از اون استفاده می‌شد. این علم به قدری قوی است که حتی بیماری‌ها و عارضه‌هایی که امکان داره شما در آینده هم به آنها مبتلا بشید رو میتونه تشخیص بده. علت این قضیه هم به خاطر اینه که از کل بدن اعصابی به سمت مغز و در نهایت به زبان وصل میشه که هر گونه فشار و تنش و مشکلی که در بدن و اندام بدن ایجاد بشه به صورت علائم ظاهری مثل پوشش سفید، انواع ترک‌ها و تغییر رنگ روی زبان ظاهر میشه. لازم هست که در نهایت به این نکته اشاره کنم که از روی زبان دو مورد قابل مشاهده است. اول عارضه‌ها و دوم بیماری‌ها. عارضه‌ها مواردی هستند که به تازگی داخل بدن ایجاد شدند و بدن در حال کنترل اونهاست. ولی در صورتی که یک عارضه به موقع رسیدگی نشه و از کنترل بدن خارج بشه به صورت بیماری نمایان میشه که شما در قالب درد و تغییر شکل و یه سری از علائم متوجهش میشید. لازم به ذکره که اینجا به این نکته اشاره کنم که عارضه‌ها در آزمایش خودشون رو معمولا نشون نمیدن، چون که از حالت نرمال بدن هنوز خارج نشدن و در آزمایش ها ما متوجه اونها نمیشیم. ولی زبان شما کامل اون رو نشون میده که ما میتونیم اون رو تشخیص بدیم و با یک سری تمهیدات میتونید از پیشرفت اونها جلوگیری کنید. ممنون از همراهی شما. امیدوارم که با دیدن این کلیپ با علم زبانشناسی بیشتر آشنا شده باشید و در راستای سلامتی خودتون ازش استفاده کنید. موفق و پیروز باشید.